خانم جوانی تعریف میکرد، میگم من به زور به اون شوهر دادند. در مدت 7 سالی که من با او زندگی کردم برای رفاه من، آسایش من از هیچ خدمتی و کوششی دریغ نکرد. ولی خب راضی بود چون منو داشت، ولی من اصلا اونو دوست داشتم. یه شب که اومد خونه یه جعبه شیرینی با یه شاخه گل آورده بود، در مقابلم زانو زد و گفت عزیزم تولدت مبارک. میگو آنچنان عصبانی شدم و با زانوم زدم زیر این شیرینی که شیرینی 70 تکه شد. صبح که بلند شدم ندیدمش. بدون صبحانه ای که خودش اغلب برای خودش درست میکرد رفته بود بیرون. بعد از 1 ساعت برگشت با یک کبریت نو و یک گالون بنزین دور اتاق ریخت، در قفل کرد، آتیشش زد و رفت. من به وسیله همسایه ها نجات پیدا کردم، ولی اون در فاصله 100 متر 200 متری خونم خودش دار داده بود. الان از حقوقش، خونش، همه چیزش استفاده میکنم و به این باور رسیدم حتی لحظه ای که میخواست اون کبریت روشن کنه، میخواست با تمام بلندی صداش فریاد بزنه عزیزم تو دنیای منی، بفهم. ولی من نفهمیدم.